من زنم را دوست داشتم. خیلی دوست داشتم. او به من خیانت کرد. من انتقام گرفتم. انتقامی دهشتناک، انتقامی که او همه عمر یادش میماند. تا آخر گوش کنید. وعده میدهم. آخرش چنان است که دیت آن لرزد. چون که فهمید که انتقام کس را خوشبخت نمی کند. اسمم رحیم، 30 سالم، 35 زندگی می کنم. در دوشنبه کار دارم. خانه خوب دارم. ماشینه خوب دارم. ولی همه اینها اکنون هیچ چیز نیست. چون که زندگیم تمام شد. ویران شد. از سبب پودم. ویران کردم. میخوان حکایم را گویم. شاید کسی درس گیرد. شاید کسی همین خطای مرا نکند. بیاد از اول گویم. 10 سال پیش من زنم. زیبا را شناختم. دختری زیبا بود. چشمانش سیاه، مویش دراز، تبسمش شیرین. دل من از نگاه اول میکرد. گفتم این دختر زنم میشود. حتما میشود. رفتم. به خانهشان با پدر و مادرش گپ زدم. آنها خانواده خوب بودند. آدمانی ساده، آدمانی راستگو. پدر زیبا میناری بود. در بازار کار میکرد. پولی زیاد نداشت. ولی آدمی حلال بود. آدمی با افتخار. مادرش خانه نشین بود. زنی خوش بود، مهربان بود. فرزندانش را خوب تربیت داده است. زیبا برای من هیچ چیز نخواست، کلان نخواست. توی نخواست. گفت اگر شما راضی باشید من راضی هستم. ما نکاح کردیم. توی خود کردیم. فقط خویش و تبار نزدیک دعوت کردیم. من پول زیاد نداشتم. توی کلان کرده نمیتوانستم. زیبا ناراضی نشد. گفت کلان یا خود فرق ندارد. مهم این است که ما با هم خوشبخت باشیم. آن روزهای خوش اگر میدانستم چی می شود. ما به خانه اشاره رفتیم. خانه خوب بود. 2 حجره خانه خوب. حمام ولی برای ما کافی بود. زیبا هر روز صبح میخواست نانشته تیار میکرد. لباسم را تازه میکرد. همه کارهای خانه را میکرد. من هر روز به کار میرفتم. در شرکت ساختمانی کار میکردم. مهندس بودم. پول خوب میگرفتم. شامی هر روز به خانه میبرگشتم. زیبا انتظار میشد. نانشته تیار بود. چای تیار بود. خانه تازه خوشبوی. بعد از نانخوری با هم نشستیم. گپ میزدیم. درباره روز حکایت میکردیم. میخندیدیم. خرسند بودیم. شبها هم یک جای بودیم. در آغوش هم میخوابیدیم. به هم مهر میکردیم. خوشبخت بودیم. 1 سال گذشت. زیبا حامله‌دار شد. من خیلی خرسند شدم. میخواستم. پسر ولی دختر هم خوب بود. فرق نداشت. زیبا هم خرسند بود. ولی میترسید. گفت برای بار اول بچه دار میشوم. میترسم. من او را آرام کردم. گفتم میترسی چی؟ من با تو هستم. مادرت با تو هست. همه چیز خوب میشود. 9 ماه گذشت. زیبا پسر زایی اسمش را سعید گذاشته. بچه زیبا بود. با مادرش ماند. اکنون من 3 نفر بودم. زنی من، پسرم، خانواده من. میخواستم آنها را همه دنیا بدهم. میخواستم آنها همیشه خوشبخت باشند. کار کردم. صبح تا شام کار کردم. بعضا شب هم کار کردم. برای چی؟ برای پول. تا خانه خوب خرم. تا ماشین خرم. تا عائله‌ام زندگی خوب داشته باشد. زیبا هیچ چیز نخواست. گفت بیا کمتر کار کن. یا با ما باش. سرت کلان می شود. تو را نمی بیند. من نمی فهمیدم. گفتم من برای شما کار می کنم. برای شما پول می آورم. برای شما زندگی خوب می سازم. ولی راست را گویم. خطای کلان کردم. زیبا راست را میگفت. پسرم کلان میشد. من نمیدیدم. من تنها کارا میدیدم. 2 سال گذشت. 3 سال گذشت. 4 سال گذشت. سعید کلان شد. 4 ساله در باغچه رفت. گپ میزد. دوید بازی میکرد. من کار میکردم. پول میآوردم. الکی خانه نو خریده بودم. ماشینه نو خریده بودم. همه چیز داشتم. ولی وقت نداشتم. وقت برای عائله نداشتم. زیبا کمتر میخندید. کمتر گپ میزد. بعضا میگفت چرا همیشه کار میکنی؟ چرا با ما نمیباشی؟ من غضب میکردم. میگفتم من برای شما کار میکنم. شما نمیفهمید آخر. زیبا دیگر چیزی نگفت. سکوت کرد.
تنها از دو نگاه میکرد. اکنون میدانم آن نگاه چی بود. نگاهی درد بود، نگاهی تنهایی بود. ولی آن وقت نمیفهمیدم. 5 سال گذشت از نکاح ما. من فکر میکردم همه چیز خوب، زن من، پسرم، خانم، کارپول، همه چیز دارم. ولی خطای کلام کردم، زنان رو تنها گذاشتم و تنهای او کسی پیدا کرد. قسم دوم شوهرم از روز آغاز شد. روز عادی بود. من از کار برگشتم. سری وقت ساعت 6 زیبا در آشخانه بود، نانشته تیار میکرد. ولی یک چیز فرق داشت. لباسش نو بود، آرایش کرده بود، لبرنج زده بود، خوشبوی زده بود. من پرسیدم چی شد؟ امروز روز مخصوص. زیبا تبسم کرد. گفت می فقط خواستم کمی خودم را آرایش کنم. برای تو آرایش کردم. من باور کردم. پرسان شدم. گفتم تو زیبا شده ای که زیبا ما نانشته خوردیم. بعد زیبا گفت من کمی در کوچه سیر میکنم. با دوستم میبینم. پرسیدم کدام دوست؟ گفت گلناره تو او را میشناسی؟ همسایه ما. من گفتم خوب دیر نما. زیبا رفت. من چیزشو پنه کردم. فکر کردم دوستش با دوستان وقت میگذراند. خوب، ولی بعد از آن روز زیبا زیاد بیرون میرفت. با دوست میبینم در بازار میره و کارهای زیاد دارم. یک روز رفتم و گلناره گفتم زیبا امروز با شما بود. گلناره نگاهی ناامید کرد. گفت نه، من او را چند روز دیدم. ورزید. گفتم خوب رفتم. شب زیبا پرسیدم کی با گلناره بودی؟ زیبا گفت پروز چرا پرسیدی؟ گفتم هیچ چیز، فقط پرسیدم. ولی دلم آرام نشد. شوپه کردم. از آن روز دقت کردم، نگاه کردم، انتظار بودم و دیدم زیبا روزها کمی طوری نو میپوشید، آرایش میکرد، خوشبوی میزد. بعد میرفت بیرون میگفت به بازار به دوست کارها دارم. ولی من میدانستم دروغ. این دروغ بود. یک روز پی او رفتم. در ماشینه نشستم، دور ایستادم، نگاه کردم. زیبا از خانه بیرون آمد. آرایش کرده بود، خوشبوی زده بود. دوید. براه من پی او رفتم. دور بودم، او نمیدی. زیبا تا مرکز شهر رفت. در نزد باغ کوار ایستاد، نگاه کرد. بعد رفت. انتظار بود. من در ماشینه نشستم، نگاه کردم. دلم زد. نفس بند بود و دیدم مرد آمد. جوان بود، کلان بود، لباسش نو بود، ماشینه قیمتش بود. او به زیبا نزدیک شد، تبسم کرد، چیزی گفت. زیبا خندید شیرین، همان خنده‌ای که برای من میخندید. آنها به کافه رفتند، در کنار نشستند، گپ زدند، خندیدند. مرد دست زیبا را گرفت. زیبا جدا نکرد. من دیدم و دلم شکست. زن من با مرد دیگر میخواستند درآم آید. میخواستند آنها را کشم، هر دوشان را کشم. ولی ایستادند، صبر کردند. گفتند باید الکی باوری کنم. آنها 1 ساعت در کافه نشستند، گپ زدند، خندیدند، با هم بودند. بعد بیرون آمدند. مرد زیبا تا راه رساند، دستش را گرفت، چیزی گفت. زیبا تبسم کرد، سرش را جنباند. رفت. مرد به ماشینش نشست، رفت. من هم رفتم. پیش از زیبا به خانه آمدم. شب زیبا آمد. خوشبخت بود، تبسم میکرد. گفت کارهای زیاد بودم که خسته شدم. من سکوت کردم، هیچ چیز نگفتم. ولی شب نمیخوابیدم، فکر میکردم چی کنم، چی گویم. سحر زیبا را پرسیدم تو دوست داشتی؟ مرا زیبا نگاری حیران کرد. گفت چی میگویی؟ البته دوست دارم. گفتم پس چرا دروغ میگویی؟ چرا بیرون میروی؟ با کی میبینی؟ زیبا رنگ رویش پرید. گفت نه، تو چی میگویی؟ من با کسی نمیبینم. گفتم دروغ نگو، من دیده دیر آمدم. تو با مرد در کافه نشستی، دستی او را گرفتی. زیبا سکوت کرد، نگاه کرد، به زمین هیچ چیز نگفت. فراد زدم، گزن گوی. او کیچ شدی؟ تو زیبا گیر کرد. گفت من نمیخواستم. ولی تو همیشه کار میکردی، تو همیشه غیب بودی، من تنها بودم. گفتم این جواب، این بهانه من کار میکردم برای تو، برای آیه، و تو به من خیانت کردی. زیبا گفت ببخش، مرا التماس میکنم، ببخش. گفتم او که اسمش چیزی با سکوت کرد.
فریاد زدم گد زن اسم گوی. زیبا گفت. فرخ اسمش فرخ پرسیدم از کجا میشناسی؟ او را زیبا گفت. در بازار من به بازار رفتم. او من بود گد زد رقم تلفنم را خواست گفتم و تو دادی. زیبا سرجون باد. گفتم بعد چی شد؟ زیبا گفت. او به من زنگ زنی کرد. گد زد گفت. بیاید میبینه. من راضی شدم. گفتم چند مراتب دیدی؟ او را زیبا سکوت کرد. فریاد زدم چند مراتب؟ زیبا گفت 5 باره 6 باره نمیدانم، دلم شکست. گفتم بس همین فقط دیدید؟ فقط گپ زده. زیبا سر پایان کرد. گفتم راست را گوی، دیگر چی کردید؟ زیبا گریه کرد. گفت من نمیخواستم. او من قفس کرد. التماس کرد. گفت تو زن را دوست دارم. گفتم و تو چی کردی؟ زیبا سکوت کرد. من فهمیدم، همه چیز را فهمیدم. زن من مادری پسرم با مرد دیگر میخواستم او را کشم، در همان جا کشم. ولی سعید در حجره دیگر بود. پسرم 4 ساله. گفتم برون شو از خانه‌ام، اکنون برون شو. زیبا گفت التماس ببخش، مرا دیگر نمیکنم، قسم میخورم. گفتم برون. زیبا رفت به حجره دیگر گریه میکرد. من نشستم، سرم را گرفتم، فکر کردم چی کنم؟ قسم سیوم نقشه 3 روز گذشت. 3 روز دهشتناک، 3 روز پردرد. زیبا در خانه بود ولی ما گپ نمیزدیم. من به او نگاه هم نمی کردم. شبها او در حجره دیگر می خوابید، من تنها بودم. سعید نمی فهمید. پسر خرد بود. می پرسید چرا مادر گریه می کند؟ چرا پدر غضب می کند؟ من نمی دانستم چی گویم. روز 4 به زیبا گفتم بیا گپ زنیم. زیبا آمد. چشمانش سرخ بود، گریه کرده است. گفتم من می خواهم راست را بدانم. همه راست را. زیبا گفت من همه چیز را گفتم. گفتم نه، من میخواهم بدانم چرا تو این کار را کردی؟ زیبا سکوت کرد. بعد گفت من تنها بودم. تو همیشه کار میکردی، من در خانه تنها بودم. فقط با سعید گفتم و این کافی بود. برای خیانت کافی بود. زیبا گفت فرخ به من توجه میکرد، داد میزد، میگفت تو زیبا هستی. میگفت تو ارزش داری. گفتم و من این کار را نمی کردم. زیبا سکوت کرد. من فهمیدم راست بود. من به زیبا توجه نمی کردم، گپ نمی زدم، تنها کار می کردم. ولی این بهانه نیست. خیانت هیچ وقت بهانه ندارد. گفتم تو او را دوست داری. زیبا گفت نه، من تو را دوست دارم، همیشه تو را دوست داشتم. گفتم دروغ نگو. اگر مرا دوست داشتی خیانت نمی کردی. زیبا گریه کرد. من رفتم. شب خوابم نبود. فکر کرده و تصمیم گرفتم اگر زیبا به من خیانت کرد من هم انتقام میگیرم. ولی انتقام عادی نمیخواهم. میخواهم آنها عذاب کشند همان طور که من عذاب کشیدم. سحر به زیبا گفتم من تو رو میبخشم. زیبا نگاهی حیران کرد. گفت راست؟ گفتم ولی تو باید به من وفادار باشی، با فرخ دیگر نشوی. زیبا گفت قسم میخورم دیگر هیچ وقت. من تو را دوست دارم. گفتم خوب، پس ما همه چیز را فراموش میکنیم. زیبا خرسند شد. به من آغوش آمد. گفت و رحمت، خیلی رحمت. من او را در آغوش گرفتم ولی دلم سرد بود. دلم پر از نفرت بود. 2 هفته گذشت. زندگی به عادی برگشت. زیبا خرسند بود. فکر میکرد همه چیز خوب شد. ولی من نقشه داشتم. روزی به زیبا گفتم من میخواهم با فرخ صحبت کنم. زیبا ترسید. گفت چرا؟ برای چی؟ گفتم میخواهم و او گویم که دیگر به زنم نزدیک نشود. زیبا گفت نه، التماس، این کار بد است. گفتم نه، من باید این کار را کنم. رحمش را به من ده. زیبا نمیخواست ولی من اصرار کردم. عاقبت او رقم را داد. من به فرخ زنگ زنی کردم. گفتم سلام، من رحیم هستم. شوهر زیبا فرخ سکوت کرد. بعد گفت سلام، من میفهمم. گفتم میخواهم با تو بینم، گپ زنیم.
فروخ گفت راست تو مرا کشته نمیخواهی؟ خندیدم. گفتند نه، تنها گپ زنیم. فروخ راضی شد. ما وقت معین کردیم. پگاه در کافه میبینیم. زیبا میترسی. گفت التماس زوراوری نکن. التماس کارهای بد نکن. من او را آرام کردم. گفتم نگران مشو. من فقط گپ میزنم. ولی در دی نقشه دیگر داشتم. قسم چهارم و آخری پگاه به کافه رفتم. فروخ الکی آنجا بود. در کنار نشسته بود. انتظار میکرد. من او را دیدم و نفرت افزود. مرد جوان بود، کلام بود، چهرهش خوش بود، لباسش قیمتش بود. این مرد زنم را دزدید. من به او نزدیک شدم، نشستم. فروخ سر برداشت. گفت سلام. گفتم سلام. ما یک چند دقیقه سکوت کردیم. بعد فروخ گفت ببخش، من نمیخواستم این طور شود. گفتم ولی شد. فروخ گفت من زیبا را دوست داشتم. هنوز دوست دارم. دلم سوخت. گفتم تو او را میشناسی؟ چقدر؟ 2 ماه 3 ماه. فروخ گفت نه، کمی بیشتر. گفتم و تو فکر میکنی او را دوست داری؟ تو فکر میکنی او تو را دوست دارد؟ فروخ گفت من میدانم، من میبینم. خندیدم. خنده تلخ. گفتم تو هیچ چیز نمیفهمی. زیبا زن من است، مادر پسرم است. او هیچ وقت تو را ترک نمی کند. فروخ گفت من میدانم ولی من او را دوست دارم. گفتم خوب، من یک پیشنهاد دارم. فروخ نگاه کرد. گفتم ما یک بازی میکنیم. اگر تو غالب شوی زیبا مرد تو، اگر من غالب شوم تو از او دور میشوی. فروخ نگاه حیران کرد. گفت چگونه بازی؟ گفتم عادی من به زیبا میگویم که تو و من دوست شدیم. میبینیم که او کدام ما را انتخاب میکند. فروخ فکر کرد. بعد گفت و اگر او مرا انتخاب کند؟ گفتم من طلاق میدهم. او مرد میشود. فروخ گفت و اگر او تو را انتخاب کند؟ گفتم تو از او دور میشوی، هیچ وقت به نزدیکش نمی آیی. فروخ فکر کرد. من میدانستم او چی میگوید. او باوری پره داشت. فکر میکرد زیبا او را انتخاب میکند. عاقبت فروخ گفت راضی هستم. من تبسم کردم. نقشم کار میکند. گفتم خوب، پس ما شوهران هم میشویم. دوستان نزدیک. زیبا فکر میکند که ما بیخبر هستیم. فروخ گفت راست تو چرا این کار را میکنی؟ گفتم چون که میخواهم بدانم، میخواهم بفهمم که زنم که را انتخاب میکند. فروخ گفت و تو نمیخواهی او را گم کنی؟ گفتم اگر او تو را انتخاب کند با ارزش ندارد. فروخ سکوت کرد. ما راضی شدیم. من به او دست دوستی دادم ولی در دل خندیدم. احمق، او نمیدانست چی انتظارش. قسم 5 بازی خطرناک. به خانه برگشتم. زیبا انتظار بود. گفت چی شد؟ گپ زدید؟ گفتم همه چیز خوب. ما گپ زدیم. او وعده داد که از تو دور می شود. زیبا نفس کشید. گفت همین، هیچ چیز دیگر نگفتی؟ گفتم نه، او احمق نیست. فهمید که من شوهر تو هستم. زیبا گفت رحمت، خیلی رحمت. من تبسم کردم. روز دیگر به زیبا گفتم میدانی فروخ مرد خوب بود. ما خیلی خوب گپ زدیم. زیبا نگاهی حیران کرد. گفتم راست، او برای تو هم میخورد، درد میکشید. میدانم که او تو را دوست داشت. زیبا سکوت کرد. گفتم ولی تو زن من هستی و من تو را هیچ وقت نمیبخشم. زیبا گفت من نمیخواهم. او را من تو را میخواهم. گفتم میدانم. هفته گذشت من به فروخ زنگ زنی کردم. گفتم بیا با هم چای میخوریم. فروخ راضی شد. ما در رستوران نشستیم. چای خوردیم. گپ زدیم. من با او گفتم زیبا از تو گپ میزند. فروخ نگاه کرد. گفت چی میگوید؟
گفتم میگوید تو مرد خوب بودی، به او توجه میکردی. فرخ گفت راست گفتم. حوالی میگوید که تو را دیگر نمیخواهد، مرا میخواهد. فرخ رنگ رویش تغییر کرد. گفتم ببخش، میدانم که این برای تو دشوار است. فرخ گفت نه خوب، من فهمیدم و میدانستم. او باوری نمی کند. او هنوز امید دارد. 2 هفته دیگر گذشت. من هر هفته با فرخ میخوردم. دوست شده میرفتیم. زیبا حیران بود. گفت چرا تو با او دوست هستی؟ گفتم چون که او مرد خوب است، ما دوست شدیم. زیبا گفت ولی او به من گفتن میدانم، ولی گذشت. اکنون ما دوست هستیم. زیبا فهمیدن نتوانست. من به فرخ همه چیز را میگفتم. از زیبا، از زندگی ما، از پسرم. فرخ گوش میکرد، درد میکشید، ولی هیچ چیز نمیگفت. 1 ماه گذشت. من به زیبا گفتم فرخ میخواهد با ما مهمان بیاید. زیبا گفت نه. چرا؟ گفتم چون که ما دوست هستیم. او دوست من است. زیبا گفت این کار را نکن. التماس. گفتم چرا تو از او میترسی؟ یا هنوز او را دوست داری؟ زیبا گفت من تو را دوست دارم. گفتم پس مشکلی نیست، فرخ مهمان می آید. زیبا راضی نشد و من اصرار کردم. شنبه فرخ آمد. زیبا در شانه بود، نانشته تیار میکرد. دستانش میلرزید. من در را گشادم. فرخ در آمد. گفتم بیا در این خانه من است. فرخ در آمد، نگاه کرد به اطراف. میگه که این خانه زیبا است. ما به میز نانشته نشستیم. زیبا آمد، طبق آورد. به فرخ نگاه هم نکرد. من گفتم زیبا این فرخ است دوستی من. زیبا سر جنباند، چیزی نگفت. ما نانشته خوردیم. من و فرخ گپ میزدیم. زیبا سکوت کرده بود. بعد از نانشته ما چای خوردیم. من گفتم فرخ تو خانه داری؟ فرخ گفت خانه کلان دارم. گفتم عائله‌ای هستی؟ فرخ گفت نه، تنها هستم. گفتم چرا تو مرد خوب هستی، چرا نکاح نمیکنی؟ فرخ به زیبا نگاه کرد. زیبا سرش را پایان گرفت. فرخ گفت میدانم، ولی هنوز کسی را پیدا نکردم. گفتم تندیدم. کسی را پیدا میکنی؟ دخترهای خوب زیاد هستند. فرخ سکوت کرد. بعد از شای فرخ رفت. زیبا به من گفت تو دیوانه شدی. چرا او را دعوت کردی؟ گفتم چون که او دوست من است. زیبا گفت ولی او را من گفتم گذشت، اکنون او دوست من است. فهمیدی؟ زیبا سکوت کرد. من تبسم کردم. نقشم کار میکند. 2 ماه گذشت. فرخ همیشه به خانه ما می آمد. هر هفته می آمد. زیبا به این عادت کرد. الکی نترسید، فکر میکرد همه چیز خوب. ولی من نقشه داشتم. نقشه کلان ریزه. به فرخ گفتم ما بازی را آغاز میکنیم. فرخ گفت کدام بازی؟ گفتم همانی که ما وعده کردیم. میبینیم زیبا کی را انتخاب میکند. فرخ گفت ولی چی طور؟ گفتم عادی ما به زیبا میگوییم که تو و من هر دو او را دوست داریم. میبینیم او چی میگوید. فرخ فکر کرد. بعد گفت خوب، من راضی هستم. من خندیدم. احمق، او نمیدانست چی انتظار شنبه دیگر فرخ آمد. ما همه 3 نفر در تالا نشستیم. من گفتم زیبا ما با فرخ میخواهیم با تو گپ زنیم. زیبا نگاهی حیران کرد. گفت درباره چی؟ گفتم درباره ما. زیبا ترسید. گفت چی شد؟ من به فرخ نگاه کردم. گفتم بیا تو گوی. فرخ نفس گرفت. گفت زیبا من تو را دوست دارم. هنوز دوست دارم. زیبا رنگ رویش پرید. من گفتم و من هم تو را دوست دارم. تو زلی من هستی. زیبا به من نگاه کرد. به فرخ نگاه کرد. نمیفهمید چی می شود. گفتم ما میخواهیم بداریم. تو کی را انتخاب میکنی؟ مرا یا فرخ را؟ زیبا گفت چگونه سوال؟ فرخ گفت
زیبا التماس راست را گوی تو را دوست داری. زیبا سکوت کرد. من گفتم گپ زن ما انتظار هستیم. زیبا گریه کرد. گفت من نمیفهمم. این چی کار گفتم؟ عادی تو با کی میخواهی باشی؟ با من یا با فرخ؟ زیبا گفت با تو. البته با تو. فرخ درد کشید. گفت ولی تو مرا دوست داشتی. گفتی دوست دارم. زیبا گفت نه، من خطا کردم. من تو را هیچ وقت دوست نداشتم. گفتم دروغ، تو او را دوست داشتی، با او بودی. زیبا گفت ولی اکنون نه، اکنون من تو را دوست دارم. من خندیدم. گفتم میفهمی چی کار کردی؟ تو به من خیانت کردی و اکنون میگویی مرا دوست داری. زیبا گریه کرد. فرخ گفت زیبا اگر تو مرا انتخاب کنی من به تو همه چیز را میدهم. خانه کلان، ماشینه خوش، زندگی خوش. زیبا گفت من اینها را نمیخواهم. من آیم را میخواهم. پسرم را میخواهم. من گفتم سعید با من میماند. زیبا فریاد زد نه، تو پسرم را گرفته نمیتوانی. گفتم میتوانم. تو مادری بد هستی، خیانت کردی و سعید را به من میدهد. زیبا افتاد به زمین گریه کرد. گفت نه التماس پسرم را نگیر. فرخ ایستاد. گفت رحیم، این کار بد است. تو دختر زوراوری میکنی. گفتم من زوراوری میکنم. تو به زنم خیانت کردی. تو او را از من دزدیدی. فرخ گفت ولی ما راضی شدیم. بازی گفتم بازی تمام شد و من غالب شدم. فرخ فهمید او فریب خورده بود. گفت تو مرا فریب دادی. گفتم ها درست، من تو را فریب دادم همان طور که تو زنم را فریب دادی. فرخ خواست چیزی گوید ولی من دستم را برداشتم. گفتم برون شو، اکنون برون شو. فرخ نگاه کرد. به زیبا در زمین نشسته بود، گریه میکرد. فرخ رفت. من به زیبا نگاه کردم. گفتم اکنون تو میفهمی. اکنون تو میدانی چه احساس است. زیبا گریه میکرد. ولی من هنوز تمام نکرده بودم. قسم هفتم، انتقام. روز دیگر من از زیبا گفتم بیا درباره آینده گپ زنیم. زیبا گفت چه آینده تو مرا میبخشی؟ گفتم نه. زیبا گریه کرد. گفتم من تو را هیچ وقت نمیبخشم. تو به من خیانت کردی. تو آینده‌ام را ویران کردی. زیبا گفت التماس به من امکان ده. من همه چیز را اصلاح میکنم. گفتم دیر شد. خیلی دیر شد. زیبا گفت پس تو چی میخواهی؟ گفتم میخواهم تو عذاب کشی همانطور که من عذاب کشیدم. زیبا ترسید. گفت تو چی میکنی؟ گفتم اول من با پدر و مادرت میگویم که دخترشان خیانت کرد. زیبا فریاد زد نه، آنها مرا میکشند. گفتم خوب باید آنها بدانم. زیبا گفت التماس به پدرم نگویید، او دل بیمار دارد. دو گفتم این مشکلی تو است. تو خطا کردی. زیبا گریه کرد. گفتم دوم، من به همه خویش و تبار میگویم که تو زنی بد هستی. زیبا گفت آنها مرا رسوایی میکنند. گفتم درست. تو باید رسوای شوی. زیبا گفت و گفتم سوم، من سعید را میگیرم. تو را دیگر نمیبینی. زیبا به زمین افتاد. گفت میری التماس همه چیز را کن ولی پسرم را نگیر. گفتم تو مادری بد هستی. خیانت کردی، به شد را حق نداری. زیبا گریه کرد. چطور گریه کرد؟ بسوز گریه کرد. ولی دل من سرد بود. روز دیگر من به خانه پدر زیبا رفتم. پدرش در خانه بود. مکه بود. چهرهش پریشان بود. گفتم سلام، من با شما گپ داشتم. پدر زیبا گفت سلام پسرم، نشین چای میخوری؟ گفتم نه، به مرای چای خود آمدم. پدرش نگاهی حیران کرد. گفتم زیبا به من خیانت کرد. پدر زیبا رنگ رویش پرید. گفت چی دروغ میگویی؟ گفتم نه، راست میگویم. دخترتان با مرد دیگر بود. پدرش ایستاد، دستانش میلرزید. گفت این امکان نداره. زیبا چنین نیست. گفتم
پس من خودم دیدم آنها را در کف دیدن دستهایشان را گرفته بودند. پدری زیبا افتاد و کرسی دست را به سر گرفت. گفتند و نه تنها در کف آنها با هم بودند. پدری زیبا فریاد زد. بس کن دیگر نگوی. من سکوت کردم. پدرش گریه کرد. مرد پیر گریه کرد. گفت من او را چطور تربیت دادم؟ من او را چی آموختم؟ و او گفتم من او را طلاق می دهم. پدرش گفت نه، التماس به او امکان ده. او جوان است، خطا کرد. گفتم نه، من قرار گرفتم. پدری زیبا گفت پسرم، التماس به خاطر سعید او بچه تو گفتم. سعید با من میماند. زیبا او را دیگر نمی بیند. پدرش فریاد زد تو مادر را از بچه جدا کرده نمی توانی؟ گفتند می توانم. زیبا مادری بد است. رفتم در راه به زیبا زنگ زنی کردم. گفتم من به پدرت گفتم. زیبا فریاد زد چی گفتی؟ گفتم همه چیز را او اکنون می داند. زیبا گریه کرد. گفت تو مرا کشتی پدرم، مرا دیگر نمی بخشد. گفتم خوب، تو باید تنبیه شوی. زیبا تلفن را کند. شب به خانه رفتم. زیبا در خانه نبود. سعید با مادر زیبا بود. مادر زیبا به من نگاه کرد. چشمانش سرخ بود. گریه کرده است. گفت چرا این کار را کردی؟ چرا به پدرش گفتی؟ گفتم چون که او حق دارد بداند. مادر زیبا گفت ولی او دل بیمار دارد. تو او را کشته می توانی. گفتم این مشکل زیباست. او خطا کرد. مادر زیبا گفت زیبا کن در خانه ماست. نمی خواهد به این خانه برگردد. گفتم خوب، من به او احتیاج ندارم. مادر زیبا گفت ولی سعید او مادرش رو می خواهد. گفتم سعید با من می ماند. مادر زیبا گفت تو زاری مستی رفت. من تنها ماندم با سعید. تنها ماندم پسرم. و من گفت پدر مادر کجا چرا نمی آید؟ گفتم مادرت کمی در خانه بابا خواهد ماند. سعید گفت چرا من او را می خواهم؟ گفتم می دانم ولی اکنون او آمده نمی تواند. سعید گریه کرد. من او را در آغوش گرفتم. دلم درد کرد ولی قرارم تغییر نداد. قسم هشتم جزا. روز دیگر من به وکیل رفتم. گفتم می خواهم از زنم طلاق گیرم. وکیل گفت سبب؟ گفتم خیانت. وکیل گفت دلیل دارید؟ گفتم همان آنها را دیدم و مرد اعتراف کرد. وکیل گفت خب ما حجت ها را تیار میکنیم. گفت و می خواهم بچه را گیرم. وکیل گفت این دشوار است. دتم بچه ها با مادر میمانند. گفتم ولی او مادری بد است. خیانت کرد. بچه را حق ندارد. وکیل گفت ما کوشش میکنید. یک هفته بعد زیبا تلفن کرد. گفت رحیم موقت زنید. گفتم درباره چی؟ گفت درباره سعید. التماس او را از من نگیر. گفتم نه، قرار گرفتم. زیبا گفت من بدون او زندگی کرده نمیتوانم. گفتم تو باید از این پیش فکر میکردی. زیبا گریه کرد. گفت من همه چیز را میکنم. هرچی میخواهی میکنم. تنها پسرم را نگیر. گفتم چه همه چیز را؟ زیبا گفت من نزد پدر و مادرم بمانم. به خانه تو نمی آیم. هر وقت که خواهی سعید را میبینی تنها او را از من نگیر. گفتم کافی نیست. زیبا گفت از چی میخواهی؟ گفتم میخواهم تو در نزد همه اعتراف کنی. زیبا گفت چی اعتراف کنم؟ گفتم که تو به من خیانت کردی. در نزد همه خویش و تبار اعتراف کنی. زیبا سکوت کرد. بعد گفت این مرا میکشد. گفتم تو انتخاب داری، یا اعتراف میکنی یا سعید را گم میکنی. زیبا گریه کرد. گفت خالیم، من اعتراف میکنم. گفتم فرا در خانه مادرم محفیظ سازم. همه خیش و تبار می آیم. تا آنجا اعتراف میکن. زیبا گفت رهین التماس. گفتم فرا ساعت 10 تلفن را کندم. پگاه من خیش و تبار را دعوت کردم. گفتم من چیزی مهم داشتم گویم. همه آمدند. برادرم، خواهرم، امکی زاده هایم،
خویشاوندان دیگر مادرم. هم آمد گفت چی شد پسرم؟ زیبا کجا؟ گفتم حالا میبینید ساعت 10 زیبا آمد. چهرهش رنگ نداشت، چشمانش سرخ بود، گیره کرده است. همه به او نگاه کردند. من گفتم زیبا چیزی میخواهد گوید. زیبا به من نگاه کرد، التماس میکرد، ولی من بی احتیاط بودم. زیبا نفس گرفت گفت من میخواهم چیزی اعتراف کنم. همه انتظار شدم. زیبا گفت من به رحیم، من شوهرم خیانت کردم. همه حیران شدند. برادرت 20 خواهرم. فراز زد، مادرم افتاد. خویشاوندان فراز زدند، سوال کردند، نفرت کردند. زیبا ایستاد گریه میکرد. همه او را داغکنان کردند. مادرم به من آمد گفت راست گفتم، همان خودم دیدم. مادرم به زیبا نگاه کرد گفت تو چی کردی؟ تو عائلم را ویران کردی. زیبا گفت ببخشید، التماس ببخشید. ولی کسی نبخشید. خویشاوندان او را نفرت کردند. گفتند زنی بد گفتند بی شرف. زیبا تنها ایستاد، کسی به طرفش نمیرفت. عاقبت او رفت، با گریه رفت. من نگاه کردم، دلم کمی درد کرد. ولی من گفتم او این کار را لازم داشت. مادرم و من گفت پسرم تو درست کردی، چون این زن حق ندارد. برادرم گفت ما با تو هستیم، هر چی لازم باشد میکنیم. من احمد گفتم، ولی در دل فهمیدم من همه چیز را گم کردم. قسم نهم آخر 2 ماه گذشت، طلاق رسمی شد. من و زیبا دیگر شوهر زن هستیم. چون سعید را به من داد. زیبا او را تنها هفته 1 بار دیده میتواند. من حالیل شدم، ولی نفهمیدم انتقام چنین تلخ است. سعید هر روز مادرش را میپرسد، هر روز گریه میکند. مادر من میآید کمک میکند، ولی سعید او را نمیخواهد. مادر خودش را میخواهد. یک روز سعید به من گفت پدر چرا مادر دیگر با ما نمیزید؟ من نمیدانستم چی گویم. گفتم مادر و پدرت دیگر را دیگر نمیخواهند. سعید گفت ولی من او را میخواهم. دلم درد کرد. هفته دیگر زیبا آمد. سعید را دیدم، من در را گشادم. زیبا در آستانه ایستاد، نگاهم کردم. با او لاغر شده است، چشمانش فرو رفتند. زیبا گفت سعید در خانه است. گفتم. از زیبا در آمد. سعید او را دید و دوید فراز زد. مادر زیبا او را در آغوش گرفت. آنها گریه کردند، هر دو گریه کردند. من نگاه کردم و دلم شکست. من این کار را کردم. من مادر را از پسر جدا کردم. بعد از 1 ساعت زیبا رفت. سعید گریه کرد، نخواست مادرش رود. من او را آرام کرده نتوانستم. شب سعید خواب ندید، گریه کرد. مادرش را میخواست. من خودم هم خواب ندیدم. فکر کردم من چی کردم. میخواستم زیبا را تنبیه کنند، خواستم انتقام گیرم. ولی تنبیه کردم که را زیبا را یا خودم را سعید را جزا دادم. پسری بیگناه را زیبا خطا کرد، خیانت کرد. ولی من هم خطا کردم. من او را تنها گذاشتم. کار کردم و عائله وقت ندادم. و اکنون چی؟ من در خانه کلان تنهایم. ماشینه خوب دارم، پول دارم، ولی خوشبخت نیستم. سعید خوشبخت نیست، زیبا خوشبخت نیست. همه عذاب میکشیم. برای چی؟ برای انتقام، برای نفرت. 1 ماه بعد من تصمیم گرفتم. به زیبا تلفن کردم، گفتم ما گرزنیم. زیبا آمد. ما در تالار نشستیم، همان جایی که روزهای اول نشسته بوده. زیبا گفت چی میخواستی گویی؟ گفتم میخواستم عذر خواهم. زیبا حیران شد. گفتم من خطا کردم. من انتقام سخت گرفتم، ولی این کاری درست نبود. زیبا گریه کرد. گفتم من هم خطا کردم. من تو را تنها گذاشتم. برای کار وقت داشتم، برای تو وقت نداشتم. زیبا گفت نه، من خطا کردم. من به تو خیانت کردم. گفتم ما هر دو خطا کردیم. زیبا گفت پس اکنون چی؟ گفتم نمیدانم، ولی میخواهم سعید خوشبخت باشد. زیبا گفت من هم همین خواهم. گفتم شاید ما از نو آواز کنید. زیبا نگاهم کرد. گفت راست تو مرا میبخشی؟ گفتم نمیدانم، ولی میخواهم کوشش کنم. زیبا به من نزدیک آمد. گفت من وعده میدهم
دیگر هیچ وقت خیانت نمیکنم. گفتم. من هم وعده میدهم دیگر هیچ وقت تو را تنها نمیگذارم. ما یکدیگر را در آغوش گرفتیم، ولی نمیدانستم این درست یا نادرست نمیدانستم. ما یکدیگر را باور کرده میتوانیم یا نه، ولی میخواستم کوشش کنم، برای سعید کوشش کنم. خلاصه اکنون من اینجا نشستم، حکایم را به شما گفتم. زیبا برگشت. ما دوباره یک جای هستیم، ولی همه چیز پیشرفت نبود. باور نیست، نگاهی پیشرفت نیست. من به زیبا نگاه میکنم و یادم میآید او با فرخ بود. زیبا به من نگاه میکند و یادش میآید که من او را رسوایی کردم. سعید خوشبخت است. مادرش برگشت، ولی او هم فهمید والدانش دشمنی کردند. این حکایه من است. حکایه مرد بود که انتقام گرفت، ولی فهمید انتقام هیچ کس خوشبخت نمی کند. اگر زنتان به شما خیانت کند، این درد است، درد کلان، ولی پیش از انتقام فکر کنید. انتقام چی می آورد؟ خوشبختی نه، تنها درد بیشتر می آورد. من اکنون می دانم، ولی دیر فهمیدم، خیلی دیر فهمیدم.